مزن بر سرگلی حسرت کی رنگت زرد میگردد، مزن بر سرگلی حسرت کی رنگت زرد میگردد، خجالت میکشد مردی کی با نامرد میگردد. هر کی پاکج میگذارد خانه دل ما مخره جان، هر کی پاکج میگذارد خانه دل ما مخره، شیشه ناموس ملت در بغل داره ما. زندگی را رنج دادم 60 سال، زندگی را رنج دادم 60 سال، آفرین بر طاقتش ترکم نکرده. آفرین بر طاقتش ترکم نکرد. دنیای محبت اختر و شمس و قمر دارد، زی دنیای محبت اختر و شمس و قمر دارد. با جولانگاه شیران پا نهادن کاری آسان نیست، و جولانگاه شیران پا نهادن کاری آسان نیست، که آنجا کج نشستن کج نگه کردن خطر دارد. که آنجا کج نشستن کج نگه کردن خطر دارد. بر این محفل نشستم توش رو را حسوده نه، بر این محفل نشستم توش رو را حسوده نیست، که در سرخوان شعر و شاعری شیر و شکر دارد. که در سرخوان شعر و شاعری شیر و شکر دارد. با فرزندی طاعت پیش از ضربی پنجه جایز نیست،
و فرزندی طاعت پیش از ضربی پنجه جایز نیست. خدا ترس از فرزنده که امید از پدر دارد. خدا ترس از فرزنده که امید از پدر دارد. کی باری کوه غم را شانه دولت سفر دارد. خدا ترس از فرزنده که امید از پدر دارد. درود دوستانی عزیز و ارجمند، برنامه فضا است و مهمانان از شهر حصار آمدند. انسامبل فلک شهر حصار امروز به برنامه تشریف آورد. یک انسامبل نو تاسیس است که علاقه استعدادهای جوان را گردی هم جمع آورده است و امروز ها تلاش بیشتر میکنند. درود میگویم قربان علی ایبادوف بودند که یک ترانه زیبا را در آغاز برنامه اجرا کردند. رهبری انسامبل فلک شهر حصار. درود بر شما. خب من می‌خواستم که یکم در آغاز برنامه درباره انسامبل فلک معلومات دید که این انسامبل را کی تأسیس دادید و عموما در حیات انسامبل کیها جلب شدند؟ سال 2015 در قصر بخش فرهنگ شهر حصار انسامبل فلک در نزد فیلارمونی دولتی همون بخش تأسیس داده شد. از سال 2015 تا این جانب من همچون رهبر انسامبل فلک کار و فعالیت میکنم و با همراه خودم 3 تا سراینده و 8 تا نوازنده کار و فعالیت کرده ایستادیم. در تمام چهاربینی‌های جمهوری، در آزمون‌های تاجیکستان وطن عزیز من، دیگر آزمون‌هایی که از طرف پیشوا معظم ملت پیشبری شده است، ما شاگردان برآمد میکنند و در تمام چهاربینی‌هایی که در همه حکومت شهر حصار میشود، استادان و شاگردان رفته بزم‌ها و معرکه‌های و معنی چهاربینی‌هایی که در سطح جمهوری میشود برآمد می‌نماییم. بله. خب چگونه بود وقتی که تأسیس دادید؟ چون بعضی هنری کمتر بود در اون وقت. البته هر یک چیزی که هنرمندانی که در همین ژانر مثلا فعال باشند در منطقه کمتر است و چگونه شما توانستید که مثلا تا امروز جلب کنید در حیات خود نفران رو و کارهای ایجادی خود را پیش برید؟ من از خوردی که در همین مکتب موسیقی به نام میرت الله عطیف کلان شدم، بعد ختم اونجا با کنسرواتوار به نزد استاد فیض علی حسین رفته همین هنری خود را صیقل دادم. بعد از ختم تصمیم گرفتم که رفته در شهر حصار همون زادگاهی که تولد شدم، پدرم مادرم کلان شدن، ما را با صد امید آوردن در همینجا کلان کردن که آینده رفته در شهر حصار همین یک انسامبلی که تشکیل میکنند همین فلک رفته کار و فعالیت میکنی، هنر استعداد خود را صیقل میتی تا که مردم حصار را در جمهوری مشهور نمایی. بعد انسامبل فلک را تأسیس دادید. بله البته. چگونه بود؟ کیها را اول جلب کردید؟ مطربانی بودند که مثلا جلب شدند؟ بله اولین شخصی که ما را دستگیر کرد این استاد پرویز پولادی و دولت نعمتزاده دولتمند و انور صالح، بهرام غلاموف اولین تأسیس کننده یعنی انسامبلی که در بر ما بودن، دیلا جان همینجا بودن و اون شخصا که مثال باز با حیاتی مثال نفقه رسیدن و مثال با دیگر کارها فعالیت گذاشتن، باز استادا مثال اومده در بر من را استاده مثال کار فعالیت کرده. ببینید مثلا وابسته به موقع‌های جغرافی آوازها خاص میشوند. مثلا منطقه ختلان بیشتر صداهایی که در آنجا هست و
ژانر فلک بسیار درخور هستند. البته شما وابسته به منطقه های دیگر هر یک منطقه یک آواز خاص خود را دارد. و من فکر میکنم که مثلا تاسیس دادن انسامبل فلک در شهریستان که اینجا مثلا وابسته به منطقه جغرافیاش صداهای خاص دارد، مثلا یک سبک غیر عادی روی کار می‌آید. بله سبک. چون بچه‌ها اینجا مثلا آوازهایشان بیشتر با سرودهای کلاسیکی و خلقی مثلا روانه شده است. یک سبک خاصه میبرد آوازشان، با آوازی آنها خواندن فلک. باز همراه خود کی را آورده؟ همراه خود دو تا برادر عزیز، عالم شریفی و فرهاد قادیرف رو. حالا برای ما سرود میخوانند. البته. خب کی را دعوت میکنید به صحنه؟ فرهاد قادیرف رو. خب مرحبا. وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. بدیل مهری وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. بیا بر ملکی زیبایی بدخشان، بخوجند و بختلان و زرفشان. بیا پزمانی تو شهری دوشنبه، بیا بر تاجیکستانی گل افشان. بدیل مهری وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. بدیل مهری وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. وطن همچو بهشتی جاویدانی، کتابی سرنوشتی جاویدانی. بود پاینده صلح و وحدتی ما، بنای سنگ و خشتی جاویدانی. بنای سنگ و خشتی جاویدانی. بدیل مهری وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. بدیل مهری وطن در سینه داریم، همین یک به بها گنجی نداریم. همین یک به بها گنجی نداریم. سلامت باشید فرهاد، خوش آمدید به برنامه. شما کی پیوستید به انسامبل فلک؟ البته من طولی 6 سال است که در این انسامبل فعالیت میکنم با هیئت انسامبل. و وقتی که من در این انسامبل یعنی که وارد شدم با نازکی های این ژانر یعنی که آشنا شدم. البته من از این ژانر راستی بیخبر بودم. آهسته آهسته با دستگیری همین استادان بزرگ من همین ژانر رو آموخته شدم. چقدر پیشروی دارید؟ بیشتر در کدام مثلا رویه های ژانر فلک میخواهید که سرود خوانید؟ البته راستی باید هنرمند در کدام رویه یا ژانری باشد باید از سرود سرایت تواند و من کوشش میکنم که در تمام رویه هایی که در ژانر فلک هست سرود سرایت توانم. بیشتر آهنگ هایی کی را میپسندید؟ بیشتر کی را گوش میدید در این ژانر؟ استادانی زبردست در این ژانر بسیار هستند. یکی از آنها دولتمند، خالف، سنگلی، میرزا. هنرمندان بسیار هستند، بیشمار هستند. البته باز جوانان نیز یعنی که سایقل داده شدند جوانان را نیز در این ژانر و این ژانر را به نهایت من دوست داشتم. راستی فلک یعنی که معنای فلک یعنی راز گفتن، راز دل خود را گفتن به فلک است و البته به من خیلی خوشایند شد. کیها کمک کردند؟ وقتی که من نو قدم های خود را در این جاده گذاشتم البته من قربان علی عبادوف با من کمک کردند، گفتند اینجا رو این خیلی خوان. بسیار استادانی که در همون جا بودند با ما کار میکردند عین حال با ما نیستند، یعنی که آنها به من کمک کردند که من حداقل کمی باشد این ژانر رو بیاموزم. وقتی که به انسامبل اومدند مثلا خودی شما قبول کردید چگونه شد؟ بله البته وقتی که داخل بخش فرهنگ شد ما در فیض با همراهی قادر فرهاد جان واخوردیم. انا اومدن گفتن
استاد ما میخوایم که در همین انسامبل شما همچون سراینده کار و فعالیت کنیم. شما چی مصلحت میدید؟ من گفتم بهترین در انسامبل قبول نموده میشه و نازکی فلک رو به اون اکو فلک دشتی بهتر کمتر نازکی بلند داره. نه که کوشش میکنم که آینده هم فلک دشتی هم نشانتی هم مثلا حالا در کدام جنبه فلک دایره فلک بیشتر دایر به هم وای راقی یعنی سرودهای خلقی ده کمتر گرایش داره اکو آیسته بعد انشالله که باز با فلک دشتی کمتر سخت‌تر است اجراش. چند نمود و فلک است فریاد است فیغان است نالانی چطوره که شش مقام همی بزرگ راست نوا دوگا سگا عراق دارد همی اسلوب داره فلک هم همی خیلی اسلوب ها داره از 7 و اسلوب عبارت فریاد ناله فیغان هجران هر یک همی فلک دشتی فلک عراقی همه هر یک اسلوبش به خودش یک نازکی خاص دارد. تشکر زیاد و گفتید که همچنین با برنامه امروزه علیم شریفی نیست تشریف آوردن. بله علیم جان هم یکی از سرانده بهترین شهریسار می باشد که در بیشتر در رویه سرودهای خلقی. بله رویه سرودهای خلقی استاد شادروان تاج‌الدین محیدین محمد سعید احمدوف به همین رویه بهتر تعلق دارد. هم آواز هم نازکی بهترین سراینده است که در چاره‌بینی ها نیز برآمد میکند. انا اینا گوزی خب دعوت میکنیم بس مرحبا. از بخشکی تا ملک حصار آمدم ای شوخی ستمگر شب تو آمدم بس جبر و جفا بیا ببینم رایت دل خسته شدم پیش کیار آمدم پس با سنما ببرم از بخشکی تو یک رنگ شام و سحرم زبا سنما آی ببرم از بخشکی تو یک رنگ شام و سحرم من صدقه آلبانی خندانی تویم من صدقه آنا سعدهای تویم چشمم برهد زیگر یخان بار شده ای بالا پرم بیا که شدای تویم زبا سنما ببرم از بخشکی تو یک رنگ شام و سحرم زبا سنما آی ببرم از بخشکی تو یک رنگ شام و سحرم زبا سنما آی ببرم از بخشکی تو یک رنگ شام و سحرم. سلامت باشید علیم شریفی. شما کی پیوستید به انسامبل فلک؟ من طولی 2 سال می شود که با همراهی انسامبل فلک بخش فرهنگ شهر حصار با همراهی قربان علی جان کار و فعالیت میکنم. قبلا چی کار میکردید؟ قبلا من در فیلارمونیا کار میکردم. بیشتر سرودهای خلقی اجرا میکنید شما؟ ژانر خلقی، استرادی. خب چرا خواستید که در رویه فلک خود را بسنجید؟ با من ژانر فلک خیلی پسند آمد، معقول شد. با همراهی من قربان علی جان صحبت کردیم که می شود که قربان علی جان مرا با همراهی خودت گیری که گفت مرحمت. خیلی طولی 2 سال می شود که با همراهی قربان علی جان با همراهی فراز جان و من این مطربای بهترین کار کردیم. بهترین. خب حالا سرودی که خواندن این سرود آهنگی کی بود؟ این سرودی که من سرایدم
سال 2004 از شادروان سمندری میرزا، آهنگ سمندری میرزا و سخنها خلقی بودن. بله. خب بیشتر رویه خلقی داشتم نه مثلا سوده که اجرا کردن. رویه که از سراینده یکی از رویه های گفتم که تاجی محیدین باز استاد عبیدالله کرامت در وادی حصار نیست همین رویه خیلی معموله. بهترین حساب باز یک رویه باز دارد همین شخص عالم جان که شادروان استاد سبحانی سعید به همون رویه هم یک نازکی گرایش آوازش هست. خب تشکر زیاد که امروز به برنامه تشریف آوردید، حضور داشتید و صحبت جالب داشتیم. سرودهای دلنشینی انسمبل فلک بخش فرهنگ شهر حصار رو شنیدیم. مطمئنیم که این انسمبل باز هم مکمل‌تر می شود، مثلا هنرمندان دیگر جلب می شوند و بهر پیشبرد صنعت سنتی تاجیک تلاش میکنند. خوش آمدید برنامه. در انتها چی پیشنهاد میکنید؟ در انتها با نوازندگان یک تسلید فلک و با ریتمی بدخشانی پیشنهاد میشه. عالی است. خب دوستان عزیز همینجا به انتهای برنامه فضا رسیدیم. یادآور میشویم که هنرمندان از بخش فرهنگ شهر حصار به برنامه تشریف آوردن. البته انسمبل فلکی بخش فرهنگ شهر حصار که شما شاهد حضور ایشان در برنامه گشتید و دیدید که چگونه ترانه‌های زیبا خواندند و در انتها باز یک سرود دیگر میشنویم و با شما خیر میگویم. تا دیدار دیگر، سربلند باشید. امروز وطن جشنی بزرگه داره، جان پیغامی سروری نوری دارد فلکه. گفتم بیروم گفتم بیروم پیش فلک گریه کنم ای گریه من ای گریه من فلک چی پروا دارده تاجیکستان وطنم باغ و بهار و چمنم، تاجیکستان وطنم باغ و بهار و چمنم، ملک خورشیدی من کشوری گل پیرهنم، ملک خورشیدی من کشوری گل پیرهنم، بیشکوفی هر نفس تازه و سبزن در سبز، بیشکوفی هر نفس تازه و سبزن در سبز، بیشکوفت وصف تو آهنگ و نفیس و سخنم، بیشکوفت وصف تو آهنگ و نفیس و سخنم. بیشتر چاری نویدی تو مبارک باشد، روزی مولود و سعیدی تو مبارک باشد، صبی سرشاری نویدی تو مبارک باشد، خوش و کوفا شده با شکوفا داییم، خود شکوفا شده با شکوفا داییم، ای وطن شادی و اقبالت مبارک باشه، ای وطن شادی و اقبالت مبارک
مردمی بختاورم کشورم سرزمینی مردمی بختاورم ای وطن تاجیکستان کشورم سرزمینی مردمی بختاورم بوی جنت آید از هر گوشه‌ات بوی جنت آید از هر گوشه‌ات مشک بویم زیده با باید منم مشک بویم زیده با باید منم تاجیکستان هموطن هم مادرم مهربان و سرپرست غمبرم تاجیکستان هموطن هم مادرم مهربان و سرپرست غمبرم در سری منبر وطن گو به حساب در سری دفتر وطن گوید منم در سری منبر وطن گو به حساب در سری دفتر وطن گوید منم ای وطن تاجیکستان کشورم سرزمینی مردمی بختاورم ای وطن تاجیکستان کشورم سرزمینی مردمی بختاورم بوی جنت آید از هر گوشه‌ات بوی جنت آید از هر گوشه‌ات مشک بویم زیده با باید منم مشک بویم زیده با باید منم